سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیرم و امروز اومدم یوتیوبرها رو رنک بندی کنم. توی طبق سلیقه خودم بهشون تاپ 10 تاپ 10 یوتیوبرامو بگم که این اوله برام تا رتبه 10 رندوم میاد. اصلا شاید کسایی که تاپ باشن نیاد، ولی خب بریم سراغش. قبل اینکه بریم سراغ رنک بندی حتما منو لایک و کامنت حمایت نره، سابسکرایبم بزن، زنگوله‌رم بزن. خب بریم برای رنک بندی. اینجا ما چیا رو داریم؟ کومان، سویل سولبا، فرشاد سایلنت، پوتک، مدگل، تاکسیگرل، میا پلی، سوگنگ، امیریزد، آریو کیوکسر. خب اگه بخوام از بین این 10 عزیز رتبه 1 رو بدم، 100% آریا رو میدم. چرا آریا رو میدم؟ چون من خودم یوتیوب رو با آریا یاد گرفتم سال 2017 19 میشه گفت. اون موقع فکر کنم 40K بود و من از همون زمان میخواستم یوتیوبر شم. اگه اون زمان شروع میکردم واقعا الان خیلی اوضاع چنینم بهتر بود. به خاطر همین، چون الگوم بود آریا رو میذارم تاپ. بعد از اینا کسی که برای من دومه 100% میاه، به خاطر سبک ادیت خوبش، خاطر ولاگ گرفتن فوق‌العاده‌اش مخصوصا جستجوگر و شخصیتش، کاراکترش با کوروشون مچ شدنشون، باحال بودنشون، میا و کوروش رو دوم میدم. از بین بقیهشون خیلی سخت انتخاب کردن، ولی من امیریزد رو نفر سوم انتخاب میکنم. چرا؟ چون امیر داره یه کاری میکنه به اسم نسل سازی. یعنی چی؟ یعنی داره نسل تربیت میکنه. از فکر من، حالا شاید یه نفر فنش نباشه، شاید یه نفر بگه ازش خوشش نیاد، که با امیر حال میکنم، مخصوصا جاسچتاش. امیر داره نسل سازی میکنه. مثلا اگه دقت کرده باشی توی جاسچتا همیشه داره توضیح میده که آقا این اینجوریه اون اونجوریه. از نظر من داره یک نسل رو تربیت میکنه برای نسل آینده یوتیوب که خیلی کوالیتیش خوبه. ویک واچاش عالیه از نظر من. اینا دیگه بزرگای من میتونن باشن. امیریزد رو خیلی وقت نیست میشناسم، شاید بگم 1 سال میشناسمش از طریق دوستم که اون خیلی فنشه. اون بهم معرفی شد، یه بار تو استریمش تو دیسکورد بودیم با رفیقم که گفتش ببریم چیزو ببینیم، امیریزد رو ببینیم. گفتم امیریزد نمیشناسم. رفتیم دیگه خیلی باش حال کردم دیگه. بعد اون کلا جاسچتاشو، مزه بازی و دیگه ویک واچ و میدنایت و کلا همه شو دیدم. به خاطر همین امیر رو من میذارم رتبه 3. از بین کومان و سویل سولبا و تاکسیگرل و سوگنگ و مدگل و پوتک و فرشاد سایلنت نمیدونم رتبه 4 رو کومان میدم، به خاطر ایمان فقط، چون خیلی باله، همه چی میخوره مثل خودم. من از اون بدترم. آره کومان از نظر من 4 و به خاطر حالا شاید کپی باشن، ولی کپی درست زدن و دیگه بالاخره سبک خودشون داره ادامه میدن. به خاطر همین من کومان رو 4 در نظر میگیرم. از بین بقیه کوثر عزیزی رو 5 میدم. تاپ 5 هم 5میش میشه کوثر تاکسیگرل، چون توی قضیه آریا و کوثر واقعا من هیچ دخالتی نمیخوام بکنم، مثلا به منم ربطی نداره. من میخوام آریا رو مقصر بدونم، من میخوام کوثر رو شخصیتی درست ولاگاشو خوب نمیگیره، قول امیریزد عمودی افقاشو قاطی میکنه. ولی تاکسیگرل رو دوست دارم، خونم خریده بود، مبارکش باشه. تاکسیگرل رتبه 5 منو میگیره. از بین این 5 تا سوگنگ، مدگل، پوتک، فرشاد، سویل سولبا.
پوتک رو 6 میذارم، چون که پوتک من یه زمان دیلی آپلود داشت رو نگاه میکردم، ولی خب یه مدت گذشت دیگه واقعا پوتک انقدر ویدیو میذاره دیگه آدم دیوونه میشه دیگه. نتونستم واقعا، چون دیگه خدمتم هم شروع شد و این ور اون ور دیگه از یه خورده کاهش یافتش. به خاطر همین پوتک رو 6 میذارم. حالا نظر منه، شاید نظر شما یه چیز دیگه، مثلا پوتک برای اول باشه. هفتمی رو سوگنگ میذارم. دلیل معرفتش هم که همون کانتنت دخترها بود، همون دستگاه عادت ماهانه و این دو چیزا و وسایل دخترها، به خاطر همین شهرتش یه خورده اوج گرفت. سوگنگ هم بچه خوبیه، ما که چیز بدی ازش ندیدیم. رتبه 7 رو بهش میدم. رتبه 8 رو فرشاد سایلنت میدم. فرشاد سایلنت 2 سال پیش، نه الان، چون الان واقعا حس میکنم خنده هاش فیکه، با خنده هاش دیگه خندم نمیگیره. شاید میرم یه نوع کانتنت باشه، ولی فرشادم دوست دارم دیگه. 100% کسی که یوتیوب کار میکنه باید فرشاد رو دوست داشته باشه. فرشادم میدم 8 و میدونم خنده هاش واقعی بشه توی ویدیوهاش. رتبه 9 رو میدم به سهیل سولوا. بچه با معرفتیه، خیلی بچه گلیه، توی اکباتان هم فکر کنم میشینن تو تهران. خاطر همین رتبه 9 هم به سهیل میدم، اشاره توی کارش موفق باشه. و رتبه آخرم میدم به مدگل، رتبه 10 من، چون یه جوریه واسه مدگل، اصلا نمیدونم چرا به دلم نمیشینه حقیقتش، ولی خب دیگه نظره دیگه، هر کی یه نظری داره. ولی در کل مدگل رو 10 میدم. و حالا که دیگه تاپ 10 هم مشخص شدش، بخوام راجع به چند تاشون صحبت کنم، خاطر آریا مثلا صحبت کنم. واقعا مهاجرتش خیلی خوب بود، اصلا از یه لحاظ که مثلا واقعا من خیلی خوشحال شدم رفت کانادا. اول رفت تورنتو، پوتک باش بود، بعد رفتن ونکوور. خیلی باحاله برام آریا، ویدیوهاش هم خیلی واقعا کوالیتیش بالاه. امیدوارم درآمدزایی چنل آریا هم درست بشه، چون طبق اون پادکستی که با امیر فانتوم داشت گفت من چنل اصلی فقط ماهانه $200 بهم میده، به خاطر یه سری چیزا هنوز درآمدشو بستن و تمام درآمدش الان از چنل گیمینگشه. امیدوارم موفق باشه آریا و درآمدش برگرده بهش که بتونه ویدیوهای بهتری بسازه و ما هم عشق کنیم. راجب میام که دیگه اصلا میاجیش چه بدی میشه از میا گرفت، واقعا نمیشه. واقعا من اصلا در حدش نیستم که بخوام من میا ایراد بگیرم. امیرعزت رو خیلی دوست دارم، انشالله اونم بهتره کنه. الان جدیدن هدف استریماش ماشین، امیدوارم یه ماشین خوب بگیره، آرزوی موفقیت میکنم براش. بقیه هم حرفی ندارم. فرشادم خنده خودو درست کن داداش، خندهات فیکه. دمت گرم، ولی همشون رو من دوست دارم، شاید که توی کارشون موفق باشن. شما هم توی کامنت ها برام اگه تونستید مثلا تاپ 5 یوتیوبرها رو بگید، مثلا کی براتون خیلی خوبه، کی براتون اینجوریه اونجوریه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. امیدوارم که همیشه حالت خوب باشه. لایک و کامنت و ساب یادت نره. چکس.